با مقصد تطبیق هدفهای پیشگرفته رهبریت عالی کشور جهت جلب جامعه به کتاب و کتابخانه‌ها که در این راستا اقدام پیشگرفته پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان با آزمون فروغ صبح دانایی کتاب است، علم فروغ معرفت و دیگر آزمون‌ها راه‌اندازی گردیده است. با پیشنهاد حکومت اجرایی حکومت دولتی ولایت ختلان سال 2025 در ولایت ختلان سال فرهنگ کتابخانه اعلان گردیده است. این تشبث نجیب به خاطر تشویق و ترغیب و بیدار نمودن ذوق جوانان با کتابخانه، رشد معرفت جوانان و نورسان و قشرهای گوناگون جامعه نقش مؤثر خواهد گذاشت. در حاشیه این اقدام نجیب امروز با اشتراک رهبریت مرکز تکنولوژی اینفورماسیونی و کمیونیکاسیون مقامات اجرایی حکومت دولتی ولایت ختلان در مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 45 شهر کلاب سمینار مشورت آموزشی در موضوع کتاب و کتابخانه‌ها گذرانیده شد. در این سمینار رهبریت مرکز تکنولوژی اینفورماسیونی و کمیونیکاسیون مقامات اجرایی حکومت دولتی ولایت ختلان با رهبران و کتابداران مؤسسه‌های تعلیمی شهر کلاب مصلحت‌های مفید دادند. گفته شد که تشکیل کتابخانه‌های زمانه‌ای و ترتیب درست برای ماندن کتابخانه‌های موجود بوده باید برای مانده شود، چون که یگانه جایی که جوانان و نورسان و عموما اهل جامعه در وقت بیکاری خویش باید روانه گردند این کتابخانه‌ها باید باشد و جلب جوانان به کتاب و کتابخانه درست برای مانده شود. بنابر اطلاع رهبریت مرکز تکنولوژی اینفورماسیونی و کمیونیکاسیون مقامات اجرایی حکومت دولتی ولایت ختلان تدبیرهای مهمی در سمت بازآموزی ساحه‌های گوناگون ولایت جهت استفاده برای سودمند واسطه‌های الکترونی اندیشیده شده. تدبیر مذکور از دستور و سپارش‌های پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان سرچشمه می‌گیرد. رهبریت مرکز تکنولوژی اینفورماسیونی و کمیونیکاسیون مقامات اجرایی حکومت دولتی ولایت ختلان تصمیم دارند که دوام سال‌های 2025-2030 که با پیشنهاد پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان سالهای رشد اقتصاد رقمی و اینوواسیون اعلان کرده شد، با تهیه و پیشنهاد نقشه چاره‌بینی‌ها در عملی سازی هدفهای پیش گرفته شده سهم نظررس خود را گذارند.